معلوم میدیم که تفتیشات معین کرد که شب 11 و 12 ایونی سال 2021 شخصانی نامعلوم وارد منزل استقامتی شهروند محمد اهلیدین رستمیش واقع در ناحیه جیهون جماعت مصرفی دهه مینت‌آباد گردیده و نامبرده زوجه‌اش عزیز و لطافت عزیزانه فرزند آنها محمد و سلامتخان اهلیدین نامه محمد و سعادت اهلیدین نامه محمدزاده شریفجان اهلیدین و محمد علیجان اهلیدینش با استفاده از предмет تیز برنده معتبر مانند جراحت وزن جسمانی رسانده با استفاده از مواد سوزشوار دو حجره خواب را آتش زدند. با سبب درهای حجره ها پوشیده بوده و نرسیدن هوا سوختار علنگ نگرفته خاموش شده است. در نتیجه محمد و سلامت اهلیدینانه محمد و سعادت اهلیدینانه محمد علیجان اهلیدینویش در جای حادثه در یک حجره و محمد اهلیدین رستمیش در بیمارخانه مرکزی ناحیه به هلاکت رسیده عزیز و لطافت عزیزانه و محمد شریفجان اهلیدینویش در بیمارخانه مرکزی ناحیه در حالت وضعی بستری گردیدند. در اساس خبری وارد شده به جای حادثه معاون یکم پرокурор گنرالی جمهوری تاجیکستان کنترل‌زاده با گروه کاری پرокуратураи گنرالی نمایندگان پرокуратураи ولایت کارمندان پرокуратураи ولایت پرокурор ناحیه جیهون و با همه کارمندان پرокуратураи ناحیه گروه فوری تفتیشاتی رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت ختان و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون اکسپرتی طبی شدی و پرокурор کریمینالیستی پرокуратураи ولایت و کریمینالیستی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت ختان حاضر گردیده عملهای اولین درجه سنجشی را گذراندند. با پرونده جنایتی مذکور گروه اپراتیوی تفتیشاتی از حساب کارمندان پرокуратура و رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت ختان سازمان داده شده فعالیت آن زیر نظارت و راهنمایی شده است. حاضر تفتیشات رفته ایستاده است. حالا کشتار از طرف کی کشتار صادر شده است پورا معین نشده است. تفتیشات آینده از نتیجهش معلومات میدن بعد معین شدنی معین کردنی هم شخصانی که کشتار شده. از تفتیشات بهش کدوم ورسی‌ها را بررسی دارم اگر سنجیده عملیات‌های تفتیشاتی طبق کدکس مراقبه جنایتی جمهوری تاجیکستان مخفی است تا معین کردن حالت کار و بررسی دستور معین شده. تشکر.